اندام کنسیا ریوبر آکجکی زبیر آیدار لسر پیواشوی آشیتی و جواکا دموکراتیک آخوی زبیر آیدار درباره آماده کرنا قانون چارچوبی دا آخوی گوت تفگر آزادی پیشنیارین خواه هم پیشکشی ریبر عبدالله اوجلان کریه و هم جیج دولت رشاندیه. قانونی که هفت هشت خاله و انزا چه اف مثلا نای چاره سر کرد یعنی بروی اف قانون هنه دوی ریخواش کرد یعنی ریش چاره سری رو بکی استاتیا سرو کپول و داره ده خالا یکمه یعنی اگر توی خالا یکم چاره سر نکی تشتی ده یعنی توی ده نکاری چاره سر بکی چونکه گاوه که یکمینه اگر تا یکو تفگر تمثیل دیگه و مذاکره دیگه و هر تشتی تو پرسا خال وید که و تفگر جی بهداری وید که و اوید و توی لوی استاتیو ده بیلی ده چه چاره سریه بینی ویل سر به قانون هم همرام یعنی مطابق بند تو مسئله چاره سر اگر بکی لازمه بگهین همه یعنی چیزی تک از زندان آدم نمینه سر و قاپو داخل و کسیش در وجی زورین لازمه به محکمه و به کاری ناسنامه و تثبیت بکی وکی شرکی سیمین و جهان سیمین و هرمه بردام دکش خواهر کس وکی شر جهان سیمین نام بکن و لوی هرمه ده کرجی قوات اکن او هزه کو به هرمه را علاقه در دوبن کرداجی وکی پتانسیل برجاب بگیرن ام وکی کرد ترجیح خواه لویده ده وی رنگی داتین ام ویژن ام خوازن جیران خواه را مسئله خواه نوا دیالوگ ده چاره سر بکن لی اگر یه همبر من مرا وی تشتی پیک نه ام مجبورین گله که پیوندی جدا جدا تفگر آزادی خودی روله کنکه خودی روله خودی بریاره لحول تینه داین و نها یعنی جبو یکی تیا گله کرد چه لازم به و بیت تیکرن و نها هیئت خاتنه چیکرن که یعنی همو پارتیا را بین آخافتن که ام بکار بندم که زودتر ده کنفرانس که جبو یکی تیا نتوی کم بکن و هفرا سر باتشتا را واسطین که ام بکار بکنن انجام کی